و حضرت عثمان در دوام حیاتشون خدمت‌های زیاد در اسلام کردند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یکی از خدمت‌های مشهوری که تا امروز خوبیش در ما هم رسیده ایستاده است، این جمع کردن قرآن بود. حضرت عثمان کاتب قرآن، نویسنده قرآن بودند. تا زمان حضرت عثمان قرآن مردم در ذهنهاش میدانستند، یعنی قرآن نازل میشد، پیغمبر بزرگوار و چند تعداد میگفتن، اونها حفظ میکردن، یعنی ازیاد میکردن، اما در کتاب نبود. و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خدمتی که کرد، این قرآن نوشته کرد، یعنی کتاب کرد و جمع کرد، که الحمدلله تا امروز ما از روی قرآن یعنی کتاب میخونیم. این خدمت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان میگه عادتی داشتن که عادتی دائمشون در یک رکعت نماز کل قرآن ختم میکردن. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل، با یک تاری سفید موی مادر. برادر بزرگوار، به قدرش برست که نمیابیش. والله قسم ده آرزو مثل من بر این میسوزی، میخواهی که یک بار پیداش کنی، ای پدر جان بگوی دیگر نمیابیش. میخواهی جای تنهایی باشی، یک فریاد کنی تا اینکه درون سینت خالی شود، چون اینجا هم پیدا نمیکنی. برادر عزیز و بزرگوار، به قدر پدر و مادر برست. برادر عزیز و بزرگوار، به قدر برادر برست، به قدر یار و دوست برست، آخر جدا میشوی. چی نوعی که امروز از رمضان جدا شده ایستاده ای، روز از این عزیزها جدا میشوی. اگر تو نروی، حتما اونها از تو میروند و جدا میشوند. یک عمر از این بی‌پرواگی و بی احترامی میسوزانند تو را. یک عمر از فراق، از داغ شو میسوزی برادر عزیز و بزرگ.